صفحه 71 کتاب یکی از مهمترین و بزرگترین رازهای زندگی، حقایق زندگی رو به ما گفته که میگم شاید اگر من یه بار باشه این کتاب رو میخونم یا توی مسیر مقدس نباشم، تو مسیر رشد آگاهی نباشم، نتونم اینو درست درک بکنم. و اینجا مثلا داره با شما به اشتراک میذاره که میگه وقتی که ما یه کاری رو خلاف سرشت حقیقیمون انجام میدیم که میدونیم اون کار درستی نیست، این باعث میشه که ما به مرور زمان حسمون به خودمون بد بشه و اعتماد به نفسمون رو از دست بدیم. یعنی تمام کارهای اشتباهی که ما انجام میدیم با ما میمونه. ما هر جا تو زندگی کار اشتباهی که انجام میدیم آگاهیم، همه ما آگاهیم به دروغ‌هامون، خیانتامون، دخالتامون، سنگ انداختنامون، بدخواهی‌هامون، هر کار بدی که انجام میدیم همه ما بهش آگاهیم و این باعث میشه که به مرور زمان حس ما به خودمون بد بشه، اعتماد به نفسمون رو از دست میدیم و خیلی ناخودآگاه میریم توی مسیری که بخوایم انگار که از خودمون تقاص بگیریم. یعنی وقتی که من حسم به خودم بده، ناخودآگاه کارهای بد میکنم، ناخودآگاه میرم که به خودم ضربه بزنم. این اندازه عزت نفس مهمه که من چه حسی به خودم دارم عزیزای دلم. اگر که من حسم به خودم خوب باشه، از خودم راضی باشم، شب که سرم میذارم رو بالش بدونم که امروز رو کامل زندگی کردم، حواسم به خودم بوده، آزار نرسوندم به خودم و بقیه، درست زندگی کردم، آگاه زندگی کردم، سالم زندگی کردم، اون موقع این حسی که به خودم دارم روز به روز بهتر میشه و ناخودآگاه من میرم توی مسیری که کارهای خوب میکنم و رشد میکنم دیگه. تو همه قسمت‌های زندگی من رشد میکنم و کافیه برعکس، اگر که تو فکر آزار بقیه باشم، اگر که خودم رو آزار داده باشم، اگر کارهای خوبی تو اون روز نکرده باشم، حسم به خودم بد میشه، اعتماد به نفس، عزت نفسم رو از دست میدم و ناخودآگاه میرم توی مسیری که بخوام به خودم آسیب بزنم. به سری دوم برنامه کتابخوانی با مثانه خوش اومدین. تو این سری برنامه داریم کتاب جادوی فکر بزرگ نوشته آقای دکتر دشوارز از نشر مروارید رو با هم دیگه میخونیم. قسمت سوم رو دارم خدمتتون ارائه میدم و قرار بریم سراغ فصل سوم کتاب. من لینک قسمت ها رو توی دیسکریپشن براتون میذارم که عشقایی که تازه به جمع ما پیوستین یا قسمت اول و دوم رو ندیدین حتما ببینید. فصل سوم، به خود اطمینان کنید و ترس را از میان ببرید. بله، ترس واقعیت دارد و ما مجبور هستیم برای به زانو درآوردن آن ابتدا وجودش را بپذیریم و بعد بشناسیم. بسیاری از ترس‌های عصر ما منشأ روانی دارند. خب اینجا اومده صحبت کرده راجع به این که ترس واقعیه. خب من برای شما عشقا منظور نویسنده رو توضیح بدم. منظورش اینه که احساس ترس واقعیه. کلاً عزیزای دلم هر احساسی که ما تجربه میکنیم واقعیه، درسته، احساس ماه. اما اون چیزی که قراره واقعی بشه، یعنی توی واقعیت باهاش روبرو بشیم، اون یه توهمه. یعنی یه نکته بسیار ظریفی رو داره توی این فصل اشاره میکنه که خب شاید اگر ما بار اول باشه این کتاب رو میخونیم یا زیاد اهل مطالعه و مسیر مقدس و آگاهی و رشد نباشیم، برداشت و درکش شاید کمی سخت باشه. مثانه اینجا برای شما مطالب رو راحت تر میکنه تا بتونید بهتر درک بکنید. پس اینجا داره میگه که ترس واقعیه، یعنی احساس ترس واقعیه. هر احساسی که ما تجربه میکنیم کاملا واقعیه، اما اون واقعیتی که تو دنیای فیزیکی قرار باهاش روبرو شیم که ازش میترسیم، اون یه توهمه. حواسمون به این مرز باریکه باشه. ترس هست، واقعی هم هست، چون یه احساسه. هر احساسی هم که ما تجربه میکنیم واقعیه، درسته، اما اون چیزی که فکر میکنیم که قرار اتفاق بیفته، اون واقعیتی که قرار باهاش روبرو بشیم، اون یه توهمه. اینو حواسمون بهش باشه. عشقای مثانه همین الان که من دارم
برنامه ها رو تهیه و تولید میکنم، پخش میکنم، شاید باورش براتون سخت باشه ها، ولی هنوزم من اون ترس رو درونم دارم، انواع و اقسام ترس ها رو. ولی خوبی این مسیر مقدس همینه دیگه، ما رو خودمون کار میکنیم، اون قدرت های درونمون فعال میشه و میتونیم با وجود ترس ها بریم جلو، کاری که دوست داریم انجام بدیم. یعنی اون قدرت به ما کمک میکنه که بر ترس هامون غلبه بکنیم. پس اینقدر مهمه که ما تو زندگی تمرکزمون رو بیاریم روی خودمون، خودسازی کنیم، خودشناسی بکنیم تا بتونیم اون قدرت هایی که داریم رو بشناسیم و فعالشون بکنیم. ترس دشمن شماره 1 موفقیت است. ترس اجازه نمیدهد مردم از فرصت هایی که به آنها رو آورده است استفاده کنند. ترس انرژی و کارایی را تحلیل میبرد. انسانها را عملا بیمار میکند و عمر را کوتاه میکند. در واقع این احساس ترس، کلا هر احساسی که عشقای مسانه ما تجربه میکنیم یه جور داره انرژی مصرف میکنه در ما، یعنی انرژی ما رو داره، میتونیم بگیم میخوره دیگه. مخصوصا احساسات منفی انرژی ما رو میخوره، ویست میکنه، تلف میکنه. ما اون انرژی که باید بذاریم برای کار و فعالیت میذاریم برای اینکه همش فکر کنیم، بترسیم، تو توهمات و خیالات ذهنیمون باشیم. برای همینه که مهمه ما بتونیم با خودشناسی بر احساساتی که در درونمون داریم تجربه میکنیم روبرو شیم، آشناشیم و یاد بگیریم که چجوری مدیریتشون کنیم، باهاشون روبرو بشیم. ترس یک نیروی ویرانگر است. به هر شکلی که تصور کنید ترس میتواند انسان را از کامروایی در زندگی باز دارد. حواسمون باشه دیگه که ترسامون رو بشناسیم و اجازه ندیم که انقدر از ما انرژی بگیره. اون انرژی که من باید بذارم برای رشد خودم، برای پیشرفت خودم، برای انجام کارهای ضروری تو زندگیم، همون انرژی رو میذارم برای ترس. حواسم باشه به این داستان دیگه. خب اینجا اومده یه راهکار داده که حالا چجور ما بتونیم بر ترسامون غلبه بکنیم. گفته که خب بیایم رو اعتماد به نفسمون کار کنیم. اعتماد به نفس تماما اکتسابی است، به این معنا که هیچ کس با اعتماد به نفس از مادرزاده نمی شود. مثلا خب اعتماد به نفس یعنی چی؟ یعنی باور به این که من میتونم، باور به این که من توانایی دارم، یعنی خود باوری، باور خودم میشه اعتماد به نفس. میگه وقتی که ما این رو در خودمون رشد بدیم، یعنی این باور و ایمان به خدا در خودمون تقویت بکنیم، اونجا میتونیم که بر ترس هامون غلبه کنیم. یعنی در واقع یه جور پادزهر ترس های ما دیگه. رشد اعتماد به نفس، داشتن باور به خود و توانمندی خود، توانگری خود، توانایی خود. من میتونم از پس این کار بر بیام. هر چقدرم که عشقای مسانه سخت باشه، چالش ها زیاد باشه، شکست باشه، اشتباه باشه، هر چی مانع تو مسیرم باشه، من این قدرت رو دارم که از پسش بر بیام. چجوری؟ با حفظ آرامشم، با مسئولیت پذیری، با آگاهی. هر مانعی که باشه ما این قدرت رو داریم که از پسش بر بیایم. یه راهکار دیگه گفته برای اینکه ما بتونیم بر ترس هامون غلبه بکنیم. اقدام ترس را برطرف می سازد و بلا تکلیفی و تعلل به ترس میدان می دهد. اقدام ترس را از بین می برد. پس ما اگر که میخوایم یه کاری انجام بدیم و خیلی می ترسیم، کافیه که اقدام بکنیم. اولین قدم رو برداریم. معمولا اینجوریه، تجربه شخصی خودم رو بگم خدمتون عشقای من، اولش ترس هست، یعنی قدم‌های اول ترس هست، یادم هست فشار روانی زیاده، تنش زیاده، استرس زیاده، من باید محکم با خودم باشم، به خودم بگم تو میتونی، برو، اشکال نداره، طبیعیه. یعنی اینا رو که من بدونم میتونم راحت‌تر مسیرم رو جلو برم که ترس طبیعیه اول راه. اوکی ترس طبیعیه، میدونم میترسم، تنش دارم، استراب دارم، ولی میرم جلو، باید برم جلو. حالا از تجربه شخصی خودم براتون بگم عشقای مسانه. اون اوایل که من کارم رو روی یوتیوب شروع کرده بودم، اولین برنامه‌ای که ضبط کردم که با شکست مواجه شد، نتونستم ادامه بدم، برنامه چله بود دیگه. انقدر من استرس داشتم، یعنی تا همین چند وقت میشم که برنامه ضبط کردم، حالا چه تنهایی چه مشترک، من استرس زیادی داشتم، یعنی ترس زیادی داشتم، انواع و اقسام ترسا. ولی خب میبینم این برنامه رو که شروع کردم به ضبط چقدر آرامشم بیشتره،
انگار یه جوری برام اون ترسه یا رفته کنار یا بهش عادت کردم. یعنی خیلی حس خوبیه اینکه آدم میتونه بر ترساش غلبه کنه یا ترساشو بزنه کنار، با وجود ترساش بره جلو. به نظر من این قدرت کم ترس رو آب میکنه و واسه خود من خیلی تجربه شیرینیه. وقتی نگاه میکنم، خب من خیلی به خودم نگاه میکنم، خیلی، یعنی میتونم بگم بالای 50% انرژی مستانه در شبانه روز صرف نگاه کردن خودش میشه، مشاهده خودش. خیلی خودم رو میبینم، یعنی همون انرژی که میخوام بذارم برای تماشای دیگران و حالا بخوام صرف دیگران بکنم، همیشه اون انرژی رو میذارم برای خودم. میگم که خب من باید وقتم بذارم برای خودم دیگه، باید برای رشد خودم ارزش قائلشم، برای رشد خودم وقت بذارم. و خب توی این برنامه‌ام که دارم ضبط میکنم خیلی به خودم نگاه میکنم دیگه. چند روز پیش بود دیگه، داشتم میدیدم که واو چقدر احساس ترسم کمتر شده یا قدرتم بیشتر شده و چقدر راحت تر دارم این برنامه رو تهیه و ضبط میکنم. بعد برمیگردم به گذشته 1.5 سال پیش دیگه، میبینم که چقدر استرس داشتم، چقدر ترس داشتم، چقدر نگرانی داشتم و امروز چقدر کم شده این ترس ها و احساسات منفی و خیلی تجربه شیرینیه. میگم این که آدم رشد خودش رو ببینه واقعا لذت بخشه، همون سروره دیگه، یه لذتی که خیلی زیاده و مادی نیست، ماوراییه. و میگم شما عشقام هر کاری که میخواین انجام بدین قدمای اولش ترسناکه. برای من اینجوری بود دیگه، تا 1 سال خورده‌ای خیلی ترس و اینا داشتم، ولی الان توی تهیه و تولید این برنامه میبینم ترسام خیلی کم شده و این روندی که دارم میبینم خب در آینده احتمال خیلی زیاد یه روزی برسه که هیچ ترسی نداشته باشم دیگه، راحت بشینم جلو دوربین و بتونم برای شما عشقا برنامه کتابخوانی با مستانه رو تهیه و تولید و پخش بکنم، براتون کتاب بخونم و از تجربه های این چند سال مسیر خودشناسی، مسیر مقدس هم بر شما عشقا بگم تا بتونید راحت تر این مسیر پرچالش و پرپیچ و خم رو طی بکنید. چجوری بتونیم تمرکزمون رو بیاریم روی اقدام؟ اینجا 2 جمله قشنگ گفته. بالاخره میخوای چه کار کنی؟ برای رفع مشکلات چه تصمیمی گرفتی؟ حالا یا من میخوام یه کاری رو انجام بدم یا یه مسئله پیش اومده که من میخوام اون مسئله رو حل بکنم. این 2 سوال کمکمون میکنه. اوکی، پیش اومده، الان میخوای چی کار بکنی؟ الان باید چه راه حلی رو پیدا بکنی یا چه کارهایی رو انجام بدی تا بتونی بر این مشکل و مانع غلبه بکنی. این به ما کمک میکنه عزیزای دلم که روی اقدام و راه حل تمرکز کنیم. من اینو براتون توضیح بدم اینجا. کلا یادمون باشه فرکانس و انرژی راه حل و مسئله با هم فرق میکنه. یعنی من وقتی که روی خودم کار بکنم، توی مسیر مقدس خودشناسی کنم، خودسازی کنم، به سمت بهشت حرکت بکنم، آهسته آهسته یاد میگیرم که همیشه تمرکزم روی راه حل باشه، روی حل مسئله باشه. این فرکانس و انرژیش با تمرکز روی مشکل فرق میکنه. تا زمانی که ما ناآگاهیم ذهنمون یه جور برنامه ریزی شده که ما روی مشکلات، روی تاریکی ها، روی قسمت های ناخوشایند زندگی تمرکز کنیم دیگه. ولی تو این مسیر که میایم، زندگی آگاهانه رو انتخاب میکنیم، آهسته آهسته یاد میگیریم که به جای مشکل و چالش ها روی اقدام و راه حل تمرکز کنیم. پس این فرکانس و انرژیش فرق میکنه. من چه آدمی هستم؟ بیایم همین امروز از خودمون بپرسیم یا یه نگاه به خودمون بکنیم، یه کاغذ بذارین جلوتون، ببینیم وقتی که یه مشکلی پیش میاد، مثلا 5 تا از چالش‌هایی که توی این مدت داشتین رو برای خودتون بنویسین. یه تمرینه. تمرینا رو جدی بگیرید عزیزای دلم. هرچی بیشتر تمرینایی که اینجا بهتون میگم رو انجام بدین، وقت بذارید برای آموزش‌های کتاب، ویدیوها رو بارها ببینید، درگیر این آموزش‌ها باشین، خود به خود می‌بینید ذهنتون بازتر میشه، افکارتون روشن‌تر میشه، انگار داره رشد میکنه ذهنتون و از اون تاریکی‌ها، زندان ذهنتون میایین بیرون و به مرور می‌بینید حس و حالتون داره بهتر میشه. پس همین‌ها رو جدی بگیرین، انجام بدین. اوکی؟ تجربتون هم که حتما تو قسمت کامنت یا اگر سوالی داشتین برای مستانه بنویسین. یه کاغذ بردارین، ببینین توی چند وقت اخیر مثلا 5 تا چالش و مانع داشتین. توی اون لحظه که با این چالش و مانع روبرو شدین چیکار کردین؟ بیشتر توی افکارتون بودین
توهم، قضاوت، وای چرا اینجوری شد، حتی قضاوت خودمون هم اشتباهه، یا حالا دنبال مقصر دنیای بیرونی. ببینین که رو کدوم تمرکز کردین. پس توی 5 تا اتفاق اخیر که براتون افتاده، مانع و چالش، ببینین که بیشتر روی چالش و مشکل و اون وضعیت بحرانی تمرکز داشتین، دنبال مقصر بودین که میشه مقصریابی، بحران سازی و همین مکانیزمایی که همه ما درگیرشیم. یا من آدمی هستم که وقتی درگیر یه بحران و مسئله میشم، یه چالش برام پیش میاد، روی راه حل تمرکز میکنم، میرم به سمت اقدام، به سمت حل مسئله. من چه جور آدمی هستم؟ اگر آدمی هستم که همیشه روی چالش ها و مسائل تمرکز دارم، رو موقعیت های بد دارم تمرکز میکنم، آدم ناآگاهیم. حواسم باشه، رشد نمیکنم، زندگیم پیشرفت نمیکنه، تازه پس رفتم میکنم، حالم روز به روز بدتر میشه. اما اگه آدمی هستم که همیشه روی راه حل تمرکز دارم، روی اینکه اقدام بکنم، مانع رو برطرف بکنم، یعنی عملگرا باشم، راه حل مدار باشم، اون موقع آدم آگاهیم، حتما رشد میکنم و روز به روز موفق‌تر و خوشبخت‌تر میشم. پس این تمرین رو جدی بگیریم. تا ما کاری انجام ندیم هیچ اتفاقی تو زندگیمون نمیفته. عشقای مستانه جمله ها رو به قصد بارها تکرار میکنم، بارها. اگر میخوایم که زندگیمون تغییر بکنه، خودمونیم که باید زندگیمون رو تغییر بدیم. اگر میخوایم که چیزی تو زندگی ما تغییر بکنه، خودمونیم که باید تغییرات رو ایجاد بکنیم. این جملهش خیلی خوبه. بگذار آدم‌های دور و برت بفهمن که هنوز زنده‌ای. چجوری؟ با حرکت کردن، با فعال بودن. من باید اونقدر درگیر ساختن بهشتم باشم، اونقدر حالم با خودم و زندگیم خوب باشه، اونقدر درگیر پلن ها، برنامه ها، اهدافم باشم که اصلا فرصت نداشته باشم واسه انجام یه سری کارا. پس فعال بودن، پویا بودن، حرکت کردن به معنای زنده بودنه. اگر یه جا نشستم، درگیر افکارمم، توی قصه گیر افتادم، توی رنج گیر افتادم، درگیر افسردگی و تنبلی و شرایط بد و گذشته و نگرانی ها، اضطراب ها هستم، یعنی آدمیم که انگار زندگی نمی کنم دیگه، مردم، فقط دارم نفس میکشم و هیچ درکی از زنده بودن ندارم. پس برای اینکه ما بفهمیم زنده ایم، باید حرکت کنیم، پویا باشیم، فعال باشیم. و گفتم دیگه تو قسمت قبلی براتون، اون درکی که من از زندگی دارم خیلی مهمه. من زندگی رو چجوری میبینم؟ چند وقت پیش یه ویدیو میدیدم که داشت صحبت میکرد راجع به این که ماهیت زندگی رنجه. خب ما داریم این کتاب رو میخونیم، جادوی فکر بزرگ. اگر من فکرم این باشه، برداشتم این باشه که ماهیت زندگی رنجه، اوکی، تو رنجام میمونم، تازه با رنجام حالم خوبه، معتاد رنجامم هستم و باور میکنم رنج طبیعیه، پس هیچ کاری نمیکنم. این یک تفکر محدود کننده است، یک تفکریه که منو ضعیف میکنه، یه تفکریه که اجازه نمیده زندگیم جلو بره. ماهیت زندگی رنج نیست. عشقای مسانه، ما خودمون باید افکاری که برامون کار نمیکنه، ما رو ضعیف میکنه، ما رو محدود میکنه رو بشناسیم و سمپاشی کنیم ذهنمون رو از این افکار. یکیش همینه، ماهیت زندگی رنجه. نه، مستانه امروز داره به شما عشقا میگم ماهیت زندگی رشده. چجوری رشد میکنم؟ با کسب تجربه. و توی مسیر رشد حتما باید از مسیرم لذت ببرم. معنی لذت بردنم اینه که شاد مسیرم رو طی بکنم، با حال خوب مسیرم رو طی بکنم. چون اصلا اصل این مسیر، اصل داستان خودشناسی و حالا خودسازی کردن و مسیر مقدس اینه که من یاد بگیرم که هدف همین مسیره. مسیری که دارم طی میکنم، تو این مسیر کلی قرار تجربه خوب و بد رو زندگی بکنم و با این تجربه ها من رشد میکنم. پس حواسم باشه مسیرم رو باید با حال خوب جلو برم. چجوری با حال خوب جلو برم؟ با همین کاری که ما داریم انجام میدیم. افکارم رو بشناسم، یعنی همین کار درونی دیگه، خودسازی کنم، خودشناسی کنم، بیشتر به خودم توجه کنم، بیشتر خودم رو نگاه بکنم، افکارم رو ببینم، احساساتم رو ببینم چه احساساتی درونم درک بکنم
و رفتارها، برخوردها، عکس‌العملام، سبک زندگیم، اینا رو که شروع بکنم به دیدن، خود به خود میبینم که حالم روز به روز داره بهتر میشه، رفیق تر میشم با خودم، بیشتر عاشق خودم میشم. کلا خودشناسی کردن باعث خوددوستی میشه دیگه. یعنی ما عشقای مثانه از خودشناسی حتما به خوددوستی میرسیم. من وقتی که نگاه و توجهم میارم رو خودم، کم کم این توجه باعث میشه که عاشق خودم بشم، عشقم به خودم بیشتر بشه. وقتی عشقم به خودم بیشتر بشه، مسیر زندگی رو، سفر زندگی رو با حال بهتری طی میکنم. اینا کدهاییه که رازهاییه که ما رو تو زندگی خیلی جلو میبره. نگاهمون که تغییر بکنه، خود به خود میبینیم حالمون متحول میشه. هنگامی که با مشکلات بزرگ روبرو میشویم، نباید آنقدر درنگ کنیم که فرصت از دست برود. تا زمانی که دست به اقدام نبرده ایم، امید یافتن راه حل در تیرگی پنهان میماند. امید داشتن خود یک شروع است، ولی برای به چنگ آوردن پیروزی باید امید با عمل همراه گردد. تلاش بی ثمر هزاران بار بهتر از اینه که ما تلاش نکنیم. پس امید به تنهایی برای ما کاری نمیکنه. اهل عمل باشیم، بریم جلو، حتی اگر شکست میخوریم، حتی اگر تجربه های تلخی رو زندگی میکنیم، اینم جزئی از مسیر زندگیمونه، جزئی از سفر زندگیمونه. درساشو بگیریم و به مسیرمون ادامه بدیم. از قانون اقدام کردن استفاده کنید. در برابر ترس‌های بزرگ و یا کوچک محکم بایستید و دنبال راه حل بگردید. از خود بپرسید برای نابودی ترس خود چه کاری باید انجام دهم. ترس خود را مهار کنید و آنگاه دست به عمل مناسب بزنید. پس برای اینکه ما بتونیم بر ترسامون غلبه بکنیم، اولا که اون کار درونیه، رو اعتماد به نفسمون کار بکنیم، شروع کنیم اون باورهای محدود کننده که در مورد خودمون داریم، من نمیتونم، من ناتوانم، توی خانواده ناآگاهی به دنیا آمدم، شرایطم خوب نیست، شرایط جامعه مناسب نیست و خیلی باورهای محدود کننده که به ما اجازه حرکت نمیده. اینا رو بشناسیم. پس اول کار درونی انجام بدیم، رو اعتماد به نفسمون کار بکنیم، باورهامون رو درست بکنیم و تو مرحله بعد بریم به سمت کار بیرونی اقدام بکنیم. پس ما هر کاری که عشقای مثانه انجام میدیم، حواسمون باشه اول باید ذهنمون رو ست بکنیم در مورد اون کار. یعنی اول کار درونی انجام بدیم، اون کار درونی ما رو میبره به سمت کار بیرونی. برای اینکه با ترس هامون روبرو بشیم، برای اینکه بتونیم با ترس هامون غلبه بکنیم، اولین کاری که بکنیم بیایم کار درونی انجام بدیم، باورهای محدود کنندمون رو بشناسیم، رو اعتماد به نفسمون، خود باوریمون کار بکنیم و تو مرحله بعد بریم به سمت کار بیرونی اقدام بکنیم. خب اینجا یه سری مثال گفته که اینا رو خودتون باید صفحه 60 کتاب بخونید. عشقای مثانه، حتما این کتاب رو تهیه بکنید و بخونید. حالا من دارم یه جوری این برنامه رو آماده میکنم که عشقایی که حالا فرصت ندارید، تماشای این برنامه هم باز خوبه، بهتر از نخوندن کتابه، ولی بازم توصیه میکنم برای درک بهترین کتاب حتما خودتون این کتاب رو تهیه کنید و بخونید. چون هر کسی ارتباط خودش رو با نویسنده باید برقرار بکنه دیگه. یعنی اون آگاهی نابی که نویسنده شیر میکنه، اگر من این کتاب رو بخرم بخونم، یه تاثیر دیگه ازش میگیرم دیگه. خب یه دستورالعمل 2 مرحله‌ای داده که چجوری ما بتونیم ترسامون رو برطرف بکنیم. گفته اولا که مشخص کنید از چه چیزی هراس داریم. بازم اینجا یه تمرینه. خب عشقای مثانه، حتما تو تصویر دیدین دیگه، داشت اینجا آتش سوزی میشد ولی کائنات به گوش من رسوند و خاموشش کردم. خب به خیر گذشت. خب داشتیم میگفتیم اینجا یه تمرین داده که مشخص کنیم دقیقاً از چی میترسیم. روی کاغذ باز اینجا یه تمرینه، بنویسیم که واقعاً ترس ما از چیه. خوبه اینجوری آشنا میشیم با ترسامون و بعد اینکه دست به عمل بزنیم، دنبال راه حل باشیم. دست روی دست گذاشتن فقط ترس را بزرگتر و هراس‌انگیزتر میکند. سریع اقدام کنید و مصمم باشید.
عشقای مثلا کتاب پر از مثالای واقعیه، یعنی اومده تجربه زندگی کلی آدم رو گفته، یعنی کلی تجربه از زندگی آدم رو گفته، هر دو جملهش درسته، که خیلی به ما الهام میده، یعنی واقعا الهام بخش ما این زندگی ها. حتما برای همین میگم کتابو خودتون تهیه کنید و بخونید. من بهترین ترجمه‌ش هم توی بازار پیدا کردم دیگه، این نشر مروارید، ترجمه خانم ژنا بختاور، که بخرید و خودتون بخونید. حالا 2 راهکار گفته برای افزایش اعتماد به نفس. هر دوش تاکید داره روی افکار مثبت دیگه، اینکه ما تمرین بکنیم که فقط به چیزای خوب فکر بکنیم، خاطرات خوب رو تو ذهنمون یادآوری کنیم و به بخش‌های قشنگ زندگی تمرکز و توجه کنیم. خب باز اینجا بحث روانشناسی زرد و مثبت اندیشی و اینا میاد که من باز توضیح بدم. خیلی فرق داره اینکه من بدون آگاهی فقط بشینم یه سری جمله ها رو تکرار بکنم، نه هیچ اتفاقی نمیفته تو زندگی من. کاری که ما انجام میدیم فرای این چیزاست، اصلا ماورای این چیزاست. ما داریم روی خودشناسی کار میکنیم، میخوایم افکارمون رو بشناسیم، با ذهنمون، عمل کرده ذهنمون آشنا بشیم و اون موقع داریم یه کار گسترده تری انجام میدیم. یعنی من اگر میام یه جمله رو بارها تکرار میکنم، درک میکنم که چرا دارم تکرار میکنم و دقیقاً تو ذهن من چه اتفاقی میفته، چه پیامدی میگیرم. این خیلی فرق میکنه، حواسمون باشه. پس ما بیایم با آگاهی به افکارمون، مشاهده افکارمون، ببینیم چه فکرایی بیشتر تو سرمونه، فکرامون رو گیر بندازیم و تمرین بکنیم. از روزی چند دقیقه میتونین شروع کنین این کار رو انجام بدین. عشقای مثانه، من انقدر دفتر پر کردم، کاغذ پر کردم سر انجام این تمرینا که این آتوآشغالای ذهنیم رو بکشم بیرون، افکار منفی که به من اجازه حرکت نمیده، اجازه عمل نمیده، اینا رو همه رو تا حد زیادی، البته که هنوز خیلی کار دارم، ولی خب تا حد زیادی تونستم این آتوآشغالا رو بشناسم. یعنی همین که به این پروسه آگاه شدم، کلی تو زندگی جلو افتادم دیگه و آگاه شدم که میتونم به جای این افکاری که هیچ کاری برام نمیکنه و فقط هر روز انگار که منو مسموم میکنه، جلوی حرکت و رشد منو میگیره، اینا رو دور بریزم، گیر بندازم و تغییر بدم دیگه. افکار حال خوب کنم، مثبت جایگزین کنم. خب ببین ما این قدرت رو داریم دیگه که ببینیم در شبانه روز داریم به چی فکر میکنیم. 24 ساعت داریم به گذشته فکر میکنیم، خودمون رو سرزنش میکنیم، بقیه رو مقصر میدونیم، اتفاقایی که بد بوده تو ذهنمون مرور میکنیم، اشتباهاتمون رو، یا حالا وقایع بدی که تو دنیا هست، یا کلا درگیر منفی ها هستیم دیگه، درگیر موارد ناخوشایند. میتونیم این قدرت رو داریم، این آگاهی رو داریم که به جای همه اینا بیایم روی موارد دلخواه تمرکز کنیم، روی اتفاقایی که دوست داریم بیفته تمرکز کنیم. این جمله جز جمله هایی که مثانه خیلی با خودش تکرار میکنه. به شما عشقام دارم میگم که تکرار بکنیم با خودتون، به جای اینکه به دور و برت نگاه بکنی بیشتر رویاهاتو ببین. به جای اینکه به شرایطی که بوده و هست توجه بکنی، به شرایطی که دوست داری باشه توجه کن. این یه جور هدایت ذهن دیگه. من دارم ذهنم رو مدیریت میکنم، من دارم سکان ذهنم رو یاد میگیرم که تو دستای خودم بگیرم. اگر که چیزی منو ناراحت میکنه، اگر که چیزی حال منو بد میکنه، اوکی بهش آگاه بشم و افکارم رو تغییر بدم. این کدو بهتون دادم دیگه، گفتم افکار ما احساسات ما رو ایجاد میکنه. هر جا حالمون بده بریم درون خودمون ببینیم داریم به چی فکر میکنیم، اون لحظه اون فکر رو گیر بندازیم. و اصلا آسون نیست، خیلی انرژی میخواد، خیلی تمرین میخواد، شاید نیاز باشه سالها ما این تمرین‌ها رو انجام بدیم، اما این قول و مثانه بهتون میده که همین که شروع بکنیم آهسته آهسته میبینیم که از جهنم درونی داریم میایم بیرون. خب توی این مسیر مقدس که از تعبیرهای نابی که مثانه بهش رسیده همین بوده دیگه، که وقتی که حالمون خوبه، داریم با احساسات عالی، متعالی، خوشایند زندگی میکنیم، ما تو بهشتیم، انگار که داریم بهشت رو تجربه میکنیم. یعنی بهشت یه تجربه درونیه و وقتی که توی احساسات منفی هستیم میگیم جهنم درونی.
ما داریم جهنم رو تجربه میکنیم. پس هر جا که میگیم بهشت یعنی تجربه احساسات خوب و هر جایی که میگیم جهنم یعنی تجربه احساسات بد. هر موقع حالمون بده ببینیم که چه افکاری تو سرمونه، الان روی چه چیزایی تمرکز داریم، نگاهمون کجاست، تمرکزمون کجاست و به این آگاهی برسیم که ما این قدرت رو داریم که بتونیم نقطه تمرکزیمون رو تغییر بدیم. بیایم به اون چیزایی که حال خوب کنه فکر کنیم، اون مواردی که دوست داریم فکر بکنیم و این اصلا معنیش این نیست که بخوایم دینای و انکار بکنیم که اتفاقات بد نیست یا الان جهان خیلی خوبه همه چی گل و بلبله. نه، دنیا بخش‌های روشن و تاریک، خوبی و بدی، زشتی و زیبایی همه چی رو با هم داره. ما این قدرت رو داریم که بتونیم انتخاب بکنیم که حالا میخوایم به موارد خوشایند تمرکز بکنیم یا ناخوشایند. و این قدرت و معجزه خودشناسیه دیگه. تو خودشناسی من به این درک میرسم که این قدرت رو دارم که به چیزایی که دوست دارم و حالم رو خوب میکنه تو زندگی بیشتر توجه بکنم. خب اینجا گفته حواسون باشه دیگه عشقای مثانه که اگر یه فکر منفی تو سرمونه شروع کنیم رو اون فکر تمرکز کردن، انگار از اون فکر منفی، از اون اتفاق یا از اون خاطره ناخوشایند میتونیم یک هیولا بسازیم. یعنی اگر حواسمون نباشه غرق افکار منفی بشیم واقعا میریم تو قعر جهنم دیگه. که اجازه ندیم این اتفاق بیفته، به محض اینکه حالمون بده ببینیم که چه فکری تو سرمونه و اون لحظه جلوشو بگیریم، اجازه ندیم که اون فکر تقویت بشه و اون موقع حال ما رو خیلی بد بکنه که دیگه نتونیم ازش بیایم بیرون. خب عشقای مثانه اینجا اومده گفته وقتی که ما درگیر یه چالش میشیم یا تو گذشته اتفاقای خیلی بدی برامون افتاده چجور بتونیم از شر این افکار ذهنیمون رها بشیم. خب اولا که زیاد بهش فکر نکنیم. حالا نمیخوام حالت سرکوب داشته باشه ها، افکارمون رو حواسمون باشه سرکوب نکنیم، نگاهش بکنیم، بشنویم صداهای تو ذهنمونو و بعد شروع کنیم به جایگزین کردن افکار. و من اینجا یه تمرین بهتون بدم، از دارم این تمرین رو خودم 2-3 سال انجام دادم. خیلی تمرینیه که به زمان و حوصله زیادی نیاز داره، چون ما وقتی میایم تمرین رو انجام میدیم اولش ذهنمون میگه بابا این چیه، با این تمرین ساده مگه مشکل تو حل میشه. ذهنمون خیلی مقاومت داره، ولی باید اعتماد کنیم ادامه بدیم. میگم خود من 2-3 سال این تمرینای ذهنی رو انجام دادم، براش وقت گذاشتم که بیایم تعبیرهای مثبت داشته باشیم از اتفاقای بدی که تو گذشته برامون افتاده و شرایط بدی که الان درگیرشیم یا چالشی که الان درگیرش شدیم. ببینیم اوکی حالا این اتفاق بد بر من افتاده، من چه درسایی ازش گرفتم یا چه خوبیایی بر من داشته، بیام رو اونا تمرکز کنم. اینجوری انگار ما زهر اون اتفاقای منفی رو میگیریم، انگار که ما اون انرژی منفی رو از اون اتفاقا میگیریم. عشقای مثانه تا زمانی که ما یه خاطره رو یادآوری میکنیم تو ذهنمون و اشک تو چشامون جمع میشه، حالمون بد میشه، یعنی هنوز انرژی منفی اون اتفاق با ما هست، هنوز از جنس اون اتفاقات تو زندگی جذب میکنیم. برای همینه که انقدر کار درونی مهمه. من باید به یه نقطه‌ای برسم که اگرم بدترین خاطرات و تجربه ها تو گذشتم بوده، زهرش گرفته باشه، سماش گرفته باشه، انرژی منفیاش گرفته باشه، وقتی یادش میافتم اشک تو چشام جمع نشه، بتونم با یه لبخند و آرامش بگم که اوکی این تو گذشته من بوده، من درسش رو گرفتم، اگر که اصلاحی نیاز بوده انجام دادم، نیاز بوده رفتم پیگیری کردم، جبران کردم، دردش رو کشیدم، زجرش رو کشیدم به قول خودمون و انگار که باعث رشد منم شده و حالا ازش رها شدم. که میگم خیلی مهمه اگر که یه استاد مثل مستانه، استاد عشق مثل مستانه، روان درمان، راهنما، مشاور، مربی، روانشناس، هر برچسبی که روش میذارین کنارمون باشه، ما این کار رو راحت تر میتونیم انجام بدیم. چون خود من تو این 8-9 سالی که دارم روی خودم کار میکنم همه این کار رو انجام دادم دیگه. در مورد خودم نتیجه گرفتم. الان تو جلسه هام که دارم با مراجعین و شاگردام کار میکنم به اونام کمک میکنم که بتونن این کارها رو در مورد خودشون انجام بدن. یعنی همه کارا درونیه دیگه عشقای مثانه. ما تنها کارمون تو این زندگی درونیه. برای همینه که انقدر مهمه. 80-90% بیشتر انرژیمون رو در شبانه روز باید بذاریم صرف کار درونی. هر چقدر که ذهنمون رو بهتر بشناسیم، عملکرد ذهنمون، افکارمون، احساساتمون، اون موقع یاد میگیریم که ذهنمون رو از این سمها، انرژی‌های منفی که تو گذشته و الان هنوز باهامونه
سمزدایی بکنیم، پاکسازی بکنیم و اون موقع میبینیم واو چقدر بهشت همه چی، چقدر حالمون خوبه. پس بیایم تمرین بکنیم که چجوری از بدترین اتفاق زندگی تعبیر مثبت داشته باشیم و به یه درک درست برسیم و تا بتونیم آهسته آهسته خوب از اونا رها بشیم. خب صفحه 71 کتاب یکی از مهمترین و بزرگترین رازهای زندگی، حقایق زندگی رو به ما گفته که میگم شاید اگر من یه بار باشه این کتاب رو میخونم یا توی مسیر مقدس نباشم، تو مسیر رشد آگاهی نباشم، نتونم اینو درست درک بکنم. و اینجا مثلا داره با شما به اشتراک میذاره که میگه وقتی که ما یه کاری رو خلاف سرشت حقیقیمون انجام میدیم که میدونیم اون کار درستی نیست، این باعث میشه که ما به مرور زمان حسمون به خودمون بد بشه و اعتماد به نفسمون رو از دست بدیم. یعنی تمام کارهای اشتباهی که ما انجام میدیم با ما میمونه. ما هر جا تو زندگی کار اشتباهی که انجام میدیم آگاهیم، همه ما آگاهیم به دروغ‌هامون، خیانتامون، دخالتامون، سنگ انداختنامون، بدخواهی‌هامون، هر کار بدی که انجام میدیم همه ما بهش آگاهیم و این باعث میشه که به مرور زمان حس ما به خودمون بد بشه، اعتماد به نفسمون رو از دست میدیم و خیلی ناخودآگاه میریم توی مسیری که بخوایم انگار که از خودمون تقاص بگیریم. یعنی وقتی که من حسم به خودم بده ناخودآگاه کارهای بد میکنم، ناخودآگاه میرم که به خودم ضربه بزنم. این اندازه عزت نفس مهمه که من چه حسی به خودم دارم عزیزای دلم. اگر که من حسم به خودم خوب باشه، از خودم راضی باشم، شب که سرام میذارم رو بالش بدونم که امروز رو کامل زندگی کردم، حواسم به خودم بوده، آزار نرسوندم به خودم و بقیه، درست زندگی کردم، آگاه زندگی کردم، سالم زندگی کردم، اون موقع این حسی که به خودم دارم روز به روز بهتر میشه و ناخودآگاه من میرم توی مسیری که کارهای خوب میکنم و رشد میکنم دیگه. تو همه قسمت‌های زندگی من رشد میکنم و کافیه برعکس، اگر که تو فکر آزار بقیه باشم، اگر که خودم رو آزار داده باشم، اگر کارهای خوبی تو اون روز نکرده باشم، حسم به خودم بد میشه، اعتماد به نفس، عزت نفسم رو از دست میدم و ناخودآگاه میرم توی مسیری که بخوام به خودم آسیب بزنم. وقتی کاری را که وجدانت از آن راضی نیست انجام میدهی احساس گناه میکنی و این احساس گناه جریان فکر تو را تحت فشار میگذارد. نمیتوانی درست فکر کنی. میتونم بگم که واقعا اگر همین یه درس رو از این کتاب بگیریم تمام زندگیمون متحول میشه. خیلی راز بزرگیه و حتما روش بیشتر تحمل کنین دیگه. و خوبیه این مسیر مقدس همینه دیگه. اگرم که تا امروز من درست زندگی نکردم، به خودم و بقیه آسیب زدم، کارهای قشنگی نکردم، این قدرت رو دارم که از همین امروز تصمیم بگیرم که گذشتم رو جبران بکنم و زندگیمو تغییر بدم دیگه. چه ها با جان خود دور از رخ جانان خود کردم، مگر دشمن کند اینها که من با جان خود کردم. یعنی وقتی که حسم به خودم بد بشه، با آزار خودم، با کارهای بدی که انجام میدم، اون موقع میرم توی مسیری که هی بخوام به خودم آسیب بزنم. چجوری؟ توی روابط اشتباه، توی موقعیت‌های اشتباه، توی مسیر اشتباه قرار میگیرم تا بخوام به خودم آسیب بزنم. در درون هر یک از ما تمایلی برای رو راست بودن، رو راست فکر کردن و رو راست عمل کردن وجود دارد. وقتی با آن سرشت اصلی مبارزه می‌کنیم، مانند آن است که غده سرطانی را در وجدان خود بکاریم. آن غده با تغذیه از وجدان ما رشد می‌کند و بزرگ می‌شود. پس از انجام هر کاری که مجبورت کند که از خودت بپرسی گرفتار می‌شوم یا نه، آیا می‌فهمند؟ پرهیز کن. سرشت اصلی ما همون خداگونگی ما دیگه. بعد برتر وجود ماه، خود حقیقی ماه که عشق، نور، برکته و وقتی بهش آگاه بشیم میتونیم آهسته آهسته به خونمون برگردیم دیگه، به بهشت. یک انسان کامل بشیم، سالم زندگی بکنیم و عشق و آگاهی و شادی بیشتری از ما تراوش میکنه. پس اگر گره‌ای تو زندگیمون هست، دنبال این نباشیم که کی گره ایجاد کرده
یا چه مشکلی برای من به وجود آوردن، دنبال این باشم که ببینم کجا کارای اشتباه کردم، چقدر خیانت کردم، چقدر دروغ گفتم، چقدر حق کسی رو خوردم، چقدر زندگی رو مختل کردم، چقدر به بقیه آسیب زدم، حتی به خودم چقدر خودم رو نادیده گرفتم، چقدر نیازها و خواسته هامو به خاطر حالا تای طلبی، توجه طلبی، مهر طلبی نادیده گرفتم. همه اینا رو بگردم پیدا بکنم، میبینم آهسته آهسته این گره های زندگیم، قفل های زندگیم داره باز میشه. عشق مثانه باورش برای ما سخته، ولی خب من توی کار با مراجعینم دارم میبینم، کارم مشاوره است دیگه، روانشناسی، مشاوره، استاد، که آدم ها میان پیش من و واقعا من به حیرت میافتم این چیزها رو میبینم که دنبال کسایی مثل منن که آگاهن، که ببینن مشکلات زندگیشون کجاست، یعنی دنبال راه حل در بیرون زندگیشونن. فکر میکنن که تا الان هیچ اشتباهی نکردن، هیچ گناهی نکردن، کامل و سالم تا الان زندگی کردن و بقیه براشون مشکل ایجاد کردن، که حالا ما الان به شکل رایجش رو داریم توی طلسم میبینیم دیگه. میگن زندگی ما رو طلسم کردن، ما بریم دنبال کسی که مثلا این طلسما رو باز بکنه. نه، اینا همه توهم ذهنیه. دنیای امروز دنیای آگاهیه. وقتی که من آگاه بشم به خودم، مسیری که تا امروز اومدم ببینم که با چه اشتباهاتی در حق خودم و بقیه، جریان‌هایی که تو دنیا را انداختم، تاثیرهای منفی که گذاشتم روی بقیه دنیا و میگم حتی خودم، اینا رو بگردم پیدا کنم. همین که بهش آگاه بشم کارما از بین میره. تو مرحله بعد باید جبرانش کنم، اصلاحش کنم. خود به خود میبینم گره های زندگی من باز میشه. این معجزه خودشناسیه. پس اگر که من فکر میکنم که گره ها رو بقیه برام درست کردن، قفلا رو بقیه قدرت داشتن به زندگی من، به پاهای من بزنن، این یه توهمه. من انسانی هستم که خودم با کارهایی که تا امروز کردم، با شکلی که امروز زندگی کردم، شخصی که تا امروز بودم، اومدم سرنوشت الانم رو رقم زدم. باید بهش آگاه شم، ببینم که چه مسیری اومدم، چجوری این مسیر اومدم و دونه دونه اشتباهاتی که کردم، گناهایی که کردم بهش آگاه بشم. و اصلا آسون نیست، تنهایی واقعا نشدنیه. حتما باید یه شخص آگاه، یه استاد مثل مثانه، یه روان درمانگر، یه کسی که توی این مسیر مقدس هست رو خودش کار کرده، خودش از پس این داستانا بر اومده، کمک بگیرم و بتونم این مسیر رو طی کنم. اون موقع واقعا وارد قلمرو بهشت میشیم دیگه عزیزای دلم. رو راست عمل کردن وجدانتان را آسوده نگاه می‌دارد و در شما اعتماد به نفس ایجاد می‌کند. پس هر وقت که من دارم بر اساس انسانیت، اخلاق، عشق، خود حقیقیم، سرشته حقیقیم زندگی میکنم، عمل میکنم، اونجا خود به خود حسم به خودم بهتر میشه و میرم تو مسیری که به رشد خودم کمک بکنم. درستکار باشید و اعتماد به نفس خود را حفظ کنید. این همان کمکی است که از فکر خود برای موفق شدن میگیرید. پس برای آنکه اعتماد به نفس را در خودتان تقویت کنید، متحورانه عمل بکنید. عمل مطمئن روحیه مطمئن به وجود می آورد. از کاری که من مطمئنم درسته، وقتی که انجامش بدم، اون موقع میبینم حس و حالم به خودم بهتر میشه، اعتماد به نفسم، عزت نفسم بیشتر میشه و اون موقع دست به هر کاری بزنم قطعا برام به برکت و خیر تبدیل میشه. خودم هم عشق مثلا تو گذشته اینجوری بودم دیگه، یعنی قبل این 8-9 سال که من وارد این مسیر مقدس بشم این مدلی بودم. فکر میکردم چقدر عالی و کامل و همه چی تمومم، عقل کلم، اصلا خودم هیچ مشکلی ندارم، همش بقیه دارن و من حسادت میکنم، بقیه دارن بر من سنگ اندازی میکنن، بقیه با من مشکل دارن، مشکل از بقیه و دنیای بیرونه. خب بعد که اومدم رو خودم کار کردم، وارد این مسیر مقدس شدم، خودم رو روانشناسی کردم و کلی دوره رفتم، استاد داشتم، مشاور داشتم، هنوزم سالی یه بار به مشاورم سر میزنم، هنوزم آموزش میبینم، هنوزم از اساتید کمک و راهنمایی میگیرم، دوره هاشون رو میگذرونم. خب متوجه شدم که چقدر داشتم مسیر رو اشتباه میرفتم، تو توهم بودم. فهمیدم که خودمم که دارم این جهنم رو برای خودم خلق میکنم، خودمم که خودم رو تو جهنم نگه داشتم. خیلی طول کشید که من بتونم از این توهم در بیام، خیلی زجر کشیدم، ولی از جایی که امروز هستم خوشحالم. ارزششو داشت، واقعا ارزششو داشت. هر موقعم که یه چالشی برام پیش میاد، درگیر یه رنجی میشم که به نظر خیلی بزرگه، همین که به این نگاه میکنم که من این تغییر بزرگو در خودم، یعنی این تحول بزرگو در خودم و زندگی ایجاد کردم، میگم واو، تا ابد من شکرگزارم به خاطر اینکه اومدم تو این مسیر و حالم خوب میشه و فرکانسم تغییر میکنه و میرم دنبال این که حالا ببینم چجوری باید بر اون چالش غلبه بکنم.
چند تا راهکار گفته برای اینکه ما اعتماد به نفس خودمون رو تقویت بکنیم. خب اینا رو خودتون باید بخونید عزیزای دلم. کارهایی که گفته ما چیکار بکنیم بتونیم اعتماد به نفسمون رو زیاد بکنیم. به نظر من خودتون بخونید بهتره دیگه. اینکه محکم راه بریم، شونه هامون رو بالا بگیریم، تو چشم آدمو نگاه بکنیم، شیوا صحبت بکنیم، اینا همه باعث میشه که ما بخوایم اعتماد به نفسمون رو بیشتر بکنیم. یعنی که خنده رو باشیم. خنده جانانه به شما اعتماد به نفس میدهد. خنده از ته دل ترس را میکشد، نگرانی را نابود میکند، نومیدی را از بین میبرد. بلند بخندید تا احساس کنید که زندگی دوباره قشنگ میشود، ولی باید درست و حسابی بخندید. یک خنده نیمه بند هیچ چیز را تضمین نمیکند. طوری بخندید که همه دندانهایتان را بشود شمرد. این طور خنده ها کاملا ضمانت شدن. مثل مستانه که زیاد میخنده برای شما عشقا جلو دوربین. شما همین الان که دارین این ویدیو رو میبینین بخندین، زیاد بخندین، از ته دل بخندین و کامل بخندین. بذارید همه عضله های شکمتون موقع که میخندین و صورتتون تکون بخوره. یعنی اون خنده است که همه بدن من رو درگیر بکنه دیگه. خب در آخرم که اومده گفته از این 5 دستورالعمل برای پیشبرد امور خود مدد بگیرید. اقدام ترس را از بین میبرد. حواسمون باشه هر جا میترسیم اولا تمرین دادیم، گفتیم که ترسمون رو بنویسیم و بعد به سمتش حرکت بکنیم. یعنی اقدام بکنیم، عمل بکنیم تا ترس رو از بین ببریم. فقط افکار مثبت را در بانک حافظه خود بگذارید. گفتیم حواسمون باشه افکارمون رو سرکوب نکنیم، افکارمون رو ببینیم که چی داره اذیتمون میکنه، بهش آگاه بشیم، کار درونی انجام بدیم و اون موقع تمرین بکنیم که افکار مثبت و حال خوب کن رو جایگزین بکنیم. با مردم ارتباط خوب بگیرید، کارهایی رو انجام دهید که وجدانتان میگوید درست است. حواسمون باشه که درست زندگی کنیم، سالم زندگی کنیم. اول به خودمون عشق بدیم، توجه بدیم، حمایت کنیم از خودمون. حواسمون به خودمون باشه، با خودمون رفیق باشیم، خودمون رو آزار ندیم و بعدم همین کار رو در مورد دیگران بکنیم. حواسمون به دیگران هم باشه، برای خودمون و بقیه و دنیا عزیزای دلم همیشه خوبی و خیر بخوایم. و بعدم چند تا راه گفت برای اعتماد به نفس دیگه. پس با اخلاق و انسانیت، با عشق و آگاهی تو زندگی، توی سفر زندگی، مسیر مقدس به سمت بهشت گام برداریم. این هم از فصل 3 کتاب جادوی فکر بزرگ نوشته آقای دکتر دشوارز از نشر مروارید. عشقای مستانه، مرسی که تا پایان این قسمت همراه من بودین. حتما تجربه های خودتون رو اگر نظری سوالی دارین تو قسمت کامنت برای مستانه بنویسین. مستانه رو همراهی بکنید، در نشر این آگاهی ناب و حال بهشتی یاری بدین، کمک بکنید که این آگاهی، این حال خوب به دست افراد بیشتری برسه. هر عشقی که میبینه، یعنی هر کدوم از شما عشقی که میبینید، بعد از اینکه تمرینات رو انجام دادین، خودتون از این اطلاعات شروع کردین استفاده کردن، دیدین که چقدر داره حالتون بهتر میشه، برای 7 نفر بفرستین. یعنی به خودتون بگین اگر من دارم از این اطلاعات استفاده میکنم و انقدر داره حالم رو تغییر میده، زندگیم رو بهتر میکنه، وظیفه دارم که به 7 نفر از دور و بریام این برنامه رو پیشنهاد بدم، معرفی بکنم که حال اونا بهتر بشه. اون موقع با همدیگه میتونیم کمک بکنیم به خلق یک جهان آگاهتر و شادتر. اگر چنلم رو سابسکرایب نکردین حتما روی سابسکرایب بزنید یا مشترک، و دیگه لایک هم گفتم دیگه بزنید دیگه. تجرباتونم کامنت کنید. یه دفترم گفتم که تهیه بکنید، نکته های مهم رو بنویسین، آموزش های مثانه رو بنویسید، هر روز مرور بکنید. تمرین ها رو هم انتهای دفتر میتونید انجام بدین و دیگه با آگاهی ناب این کتاب تا پایان این برنامه بمونید و بعد به خودتون زمان بدین تا این آگاهی تو وجود شما بشینه و بعد ببینید که آهسته آهسته دارید بهشت و حال خوب رو بدون وابستگی به هیچی تو دنیای بیرون تجربه بکنید. من مجدد خودم معرفی کنم، تخصصم مشاور خانواده است. به شکل کتاب درمانی دارم خدماتم رو ارائه میدم. در حال حاضرم که دارم دوره آنلاین کتاب درمانی رو به شکل گروه درمانی برگزار میکنم. اون کتاب فوق‌العاده رو داریم تو این گروه با هم میخونیم. حتما فعالیت‌های مثانه رو دنبال بکنید و اگرم دوست دارید توی
دوره آنلاین کتاب درمانی بعدی شرکت بکنید، از طریق دایرکت اینستاگرام میتونید اقدام بکنید. مرسی که تا پایان این قسمت همراه بودین. برای همتون عشق میفرستم و تا قسمت بعدی.